و چند روزه که در این ولایت قرار داریم برای من در نوبت اول همچون ژورنالیست یک چیز ثابت گشت که روح زنده ژورنالیستی در همه این نشریه ها رادیو تلویزیون ها به مشاهده می رسد و از جمله این قدم هایی که امروز به درگاه نشریه ختلان گذاشتیم باز همین خلاصه است که در روزنامه مذکور یک نیروی ایجادی بسیار امیدبخش فراهم گیرد هم آمدند. برای من یک نقطه دیگر باعث افتخار است که در این نشریه ناصر جان مامورزاده دستپرور فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان سرمحرر است و این نیروی ایجادی را راه بلدی می نمایند. برای من اون چیز قابل توجه است که چون به اداره نشریه وارد می شویم هر آنچه که لازم است برای انعکاس حیات روزنامه گذشته آن حتی دورنمای آن کارمندان آن فراهم آوردند. به مثال یک آثارخانه با زبان گویا ما را از موجودیت یک چنین روزنامه خیلی با نفوذ منطقوی درک می‌دهد. این روزنامه در حقیقت آن جولانگاه یا آشیان به حساب می رود که از آن ده ها نفر ادیبان نویسندگان زمان درس آموختند، تجربه خود را صیقل بخشیدند. وقتی که به خود صحیفه های امروزه روزنامه نیز می‌نگرم گمان میکنم که با مانند شما امروز جوانانی که در اینجا کار میکنید روز نویسندگان به وای میرسند که در انعکاس واقعیت حیات اجتماعی ما سهم میگذارند. روزنامه را ورقه‌گردان میکنم و میبینم که اون چیزی که لایق طبع انجمن هست فراهم آمده است و در اطراف هر یک موضوع پرابلم معمایی که امروز در جامعه هست روزنامه‌نگاران نظری مستقل خود را دارند. این از آن شهادت می‌دهد که روزنامه‌نگاران نشریه ولایت ختلان در انعکاس تمام برد و باخت حیات امروزه سهیم می‌باشند و نمی‌توان گفت که آنها از واقعیت قطع نظر می‌نمایند، زیرا روزنامه‌نگار مهمترین ارزشی که برای او وجود دارد در مقابل یک حقیقت استفاده کرده توانستن و بررسی نمودن آن میباشد. منظور من آن است که منفیت فردی هیچگاه در ژورنالیستیک در کار در روزنامه منفیت نخواهد داشت. یعنی که این منبری هست که به جمعیت تعلق دارد، منبری است که برای عامه نگارانیده شده است و وقتی که منفیت اجتماعی در مد اول میبراید خواه و نخواه اودیتور این روزنامه اودیتور این نشریه وسیع می شود و این را من در مثال این نشریه احساس میکنم. ناصر جان که خود ایجادکار است، از دوران دانشجویی میدانم بسیار قلم دوستدار بود، دفتر دوستدار بود. امروز نیز این شیوه در حیات ایجادی او به نظر می رسد و آن چیزی که در تجربه او هست گمان میکنم که به شاگردان جوان خود اهدا میکند و باشد که در آینده بقای بسیار هم دوامدار این روزنامه را دیده باشیم. این روزنامه در انعکاس حیات چند ناحیه این ولایت نقش میگذارد و هم در صحیفه های شبکه های اجتماعی هم طریق دیگر وسایل الکترونی اخبار اینترنت منظور من است. ما میفهمیم که کارمندان این نشریه در همه جنبه ها فعال میباشند. برای آنها در کارهای منبعدشان در فعالیت ایجادیشان بردباری و موفقیت و کامیابی بینظیر تمنا میکنند.